با نام و یاد خدا، بنده همیرا پارسا هستم، وکیل پایه دادگستری با 16 سال سابقه کار در زمینه امور حقوقی من جمله پرونده‌های خانواده که به صورت تخصصی در رأس کار بنده قرار گرفته. میخواستم راجع به این موضوعی صحبت کنم با شما. و هم تمکین عام و خاص زن هستش. همه شما میدونید که بعد از اینکه زوجین عقد نکاح رو جاری میکنن بین خودشون، یه سری حقوق و تعهداتی برای هر یک از اونها پیش میاد. در جمله حقوقی که برای مرد پدید میاد، مسئله تمکین عام خاص زوجه هستش که در صورتی که زوجه منزل مشترک رو ترک کنه، زوج میتونه نسبت به تقدیم دادخواست تمکین عام و خاص در دادگاه خانواده زوجه رو ملزم بکنه که برای زندگی مشترک برگرده به منزل مشترکشون. منظور از تمکین عام حسن روابط فیما بین زوجین و منظور از تمکین خاص روابط زناشویی هستش. البته این موضوعی که بایستی مد نظرتون قرار بگیره این هستش که هیچ وقت زوج نمیتونه زن رو با فورس‌های قضایی به منزل برگردونه. اگر زن برنگرده در صورت صدور اجرایی تمکین به منزل مشترک، این فورس‌های قانونی برای بازگشت اون وجود نخواهد داشت، اما ضمانت اجراهایی برای این مسئله وجود داره و از جمله این که نفقه‌ای به زن تعلق نمیگیره دیگه و مرد میتونه با تقدیم دادخواست تجویز ازدواج مجدد نسبت به ازدواج اقدامات لازم رو به عمل برسونه. با ما همراه باشید. برای کسب مشاوره بیشتر با ما تماس بگیرید. متشکرم.